خدایا، هیچ چیز برای تو غیر ممکن نیست. هیچ بیماری وجود ندارد که نتوانی آن را شفا دهی. هیچ بیماری نیست که نتوانی آن را درمان کنی و هیچ مبارزه‌ای وجود ندارد که نتوانی در او پیروز شوی. بنابراین در حال حاضر از تو می‌خواهم که مرا محافظت و تقویت کنی. من به حضور تو در زندگیم نیاز دارم. لطفاً انجام بده آنچه را که فقط تو می‌توانی انجام دهی. به نام عیسی، آمین. و کلام انسان شده در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی که شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. یوحنا باب 1 آیه 14. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. فیلیپیان باب 4 آیه 7.